خب با آنهایی که بیمار هستند و روزه گرفته نتوانستند فدیه دادن ضرور است یا چیکار کنند؟ بیمارها به دو گروه تقسیم میشن. بیمارهایی که شفا یافتن آنها امید کرده میشود، اینها انتظار میشوند تا آن روزی که شفا میدهند. الله تعالی برایشان شفای کامل به جمله مسلمانان شفا دهد. وقتی که شفا داد، بعد قضایی داشته میدن، چند روزی که قرضدار بودن داشته میدن. اگر بیماری آن آدم بیماری یعنی شفا یافتنش را امید ندارند، یعنی بیماری که مقصد هم از جهت سن و سال هم از جهت بیماری مثلا تبابت نشونده فرض کردیم، در این صورت به هر حال روزه‌اش را میشمارند، فدیه میدهند. به روزی که چند روزی که نداشتم فدیه میدهند، به یک مسکین یک ساعت طعام میدهند، یعنی 2.5 تا 3 کیلوگرم گندم یا برنج یا مایز یا مقدار همین فدیه میدهند.